4 ماه پیش دخترکی قزاقستان لچینی کردیم دوا نیافتیم. درود همگیرانی عزیز. احمد یکی ای پاцієнтуй ما ای خیلی قزاقستان میخیزه میوید در روزه میگه دیمیون میگیرش تمام دکتر رو میگه باید خوبش درد من نیفت میگه همین رو میخته میگه شنیدم بلیت گرفتم باید خود در سمالوت خستم توریستان کردم نزدیم دخه یک کسی پرا گرفت خیلی بهتر شد اینا دیم کورس گرفته است باید دیم کورس تمام پرا شده با شوی اینا سخن بایدم چخیلی شد الحمدلله سلام چخیلی علیکم. دیم چخیلی شد همشین اول کردیم ما 4 ماه پیش دخترکی قزاقستان لچینی کردیم دوا نیافتیم. 10 روز است تبوبت گرفتیم 10 روز خاندان گرفتیم با 10 روز تبوبت گرفتیم شکر سوچینیم پاگه جواب میگیریم تفسیر میتیم که کدمه همی درد مورد داده مختون مراجعه کند اما شما که شفا میباد. سلامت باشین خیلی قزاقستان رفتیم قزاقستان روی کیسه انشالله قزاقستان بیم مقصد شما با رحمت میبینیم که همه خیلی دختر تاجیکستان هستن شفا میباید دوام میباید لیچین میکنم خیلی ویدیوهایی که اول هستن با میبینید چخیلی مورمانیم چخیلی اینجا شفا یافتیم رحمت میگیم و شما بگوید دختر سلامت باشین احمد میامد با عذاب پریست و تعطیلات برداشتن میوردنشه شکر خدایان با پای خودش خیسته رفته استای با میره قزاقستان با کاروش پیش میبرد ما در همین تماگرافی در کار همین تماگرافی را بینیم 100% یک گفته میتونیم که همون بیمار سوز کردن میشه یا نمیشه تماگرافی تشخیص بسیار خوبه وای همه چی نشون میده همین تماگرافی باشه گارانتیش هم هست سلامت باشید